سلام آقای کنگرلو. پس فردا سالگرد درگذشت آیت الله خمینی است و به همین مناسبت گفتگویی خواهیم داشت با یک نویسنده و محقق برجسته ایرانی در پاریس درباره میراث رهبر انقلاب اسلامی برای کشوری که به اصرار حاکمان امروزش 28 سال پس از انقلاب همچنان در حالت انقلابی به سر میبرد. با ما باشید. سلام و شب بخیر. در این اولین روز هفته در ایران به شما دوستان بیننده و شنونده برنامه میزگردی با شما که به طور زنده از استودیوی 48 صدای آمریکا در سراسر جهان پخش می شود. این روزها در ایران به مناسبت 18مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تقریباً تمام رسانه‌ها، چه آنهایی که در بست تحت کنترل دولتند و چه آن دسته که اندکی در کار خود استقلال عمل دارند، یکسره به پخش و چاپ مطالبی در مدح رهبر انقلاب اسلامی مشغولند. در این میان حزب اعتماد ملی در بخشی از بیانیه خود خاطر نشان می کند که بزرگترین میراث خمینی نظام جمهوری اسلامی است و با تاکید بر اینکه نظام بر دو رکن اساسی جمهوریت و اسلامیت استوار است، هشدار می‌دهد که آنان که به بهانه دفاع از اسلامیت نقش جمهور را نادیده می‌گیرند و همینطور آنانی که به بهانه تقویت جمهوریت و دفاع از مبانی دموکراسی مبانی دینی و اعتقادی مردم را به سخره می‌گیرند، هر دو به مثابه لبه‌های یک قیچی هستند که آرمان بنیانگذار انقلاب و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را از میان خواهند برد. نشریه روزگار نو در شماره تیر ماه 1368 خود از درگذشت آقای خمینی با این جمله یاد کرد که بالاخره خمینی مرد و با مرگ خود جماعتی را عزادار کرد و جماعتی را خوشحال. همین دو واکنش متضاد نشانه آن است که یک مرد عادی از میان نرفته است. و بعد می‌افزاید ما در تاریخ 3000 ساله‌مان هیچ کس را سراغ نداریم که مثل او با دست مردم خود را به اریکه قدرت رسانده باشد، اما در این حال هیچ کس را هم سراغ نداریم که مثل او همه چیز خود را از مردم داشته باشد ولی اعتنایی به خواست آنها نشان ندهد و حکم خودش را حکم خدا بداند و مخالف حکم خودش را محارب با خدا بشناسد. امشب در گفتگویی با دکتر شجاع‌الدین شفا، نویسنده، مترجم و پژوهشگر برجسته ایرانی، به بررسی میراث آیت الله خمینی برای ایران می‌پردازیم. دکتر شفا سالها معاونت فرهنگی وزارت دربار، ریاست کتابخانه ملی ایران و دبیرکلی انجمن بین‌المللی ایران شناسان را بر عهده داشت. بیش از 60 کتاب و 120 مقاله تحقیقی به چاپ رسانده است که از جمله تألیفات وی دائره المعارف روابط فرهنگی ایران با یکایک کشورهای جهان از آغاز تا به امروز است. ترجمه کمدی الهی دانته نیز از دیگر کارهای ارزنده و جاودان دکتر شفا در سالهای پیش از انقلاب است. شجاع‌الدین شفا طی 27 سال گذشته به بررسی و پژوهش در مورد مسائل اسلامی و به ویژه برداشت آقای خمینی و یارانش از اسلام پرداخته و در این راستا کتاب‌های متعددی منتشر کرده است که از جمله میتوان به تولدی دیگر پس از 1400 سال و جنایات و مکافات اشاره کرد. با هم به پاریس میرویم. سلام به شما دکتر شفا و سپاس از حضورتون در برنامه امشب میزگردی با شما. متشکرم از لطفتون. دکتر شفا، در ایران همه روزنامه‌ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی به مناسبت سالگرد درگذشت آقای خمینی هر کدومشون به نوعی به تجلیل از وی پرداختن. به طور نمونه کیهان تهران مقاله‌ای داره تحت عنوان راهنمودهای امام، نسخه‌ای برای تمام فصول به تکلیف از گذشته تا آینده، و می نویسه که ماندگارترین میراث خمینی که جمهوری اسلامی باشد محصول عمل به تکلیف است. در این راه سختی ها بسیار بود، اما امام از راه خود بر نگشت
تا آنجا که فرمود اگر همه مردم از این خط برگردند من بر نمیگردم، چون به درستی راه خود ایمان داشت. دکتر شفا، سوال اینه که آیا واقعا آقای خمینی به درستی راه خودش ایمان داشت و یا اینکه اینطور وانمود میکرد؟ والا من نمیتونم حقیقتا با قاطعیت بگم که او ایمان داشت به درستی راهش یا نه، ولی میتونم بگم که راه او اصلا راهی نبود که قابل اعتقاد داشتن باشه یا راهی نبود که به درستی بیانجامه. او ایران اسلامی رو میخواست که با نظریات خودش تطبیق کنه و نظریات خودش با به استنباط من با اسلام واقعی تطبیق نمی کرد. او اسلامی رو میخواست که خودش ساخته باشه، خودش خواسته باشه. جمهوری میخواست که مال خودش باشه. اون تعبیری خودش از جمهوریت داشت، اون تعبیری که خودش از اسلام داشت، ولی نه اون که در واقع جمهوری باشه یا اسلام باشه. بله. ببینید از حرفها و گفته‌های خود خمینی، اسلامی که بر پایه دروغ گذاشته شده باشه، رژیمی که بر پایه دروغ گذاشته شده باشه، این رژیم نمیتونه قابل اطمینان باشه و نمیتونه اینطور تعبیر بشه که او در راه اسلام کار میکرد. هیچ مذهبی با دروغ سازگار نیست، این نباید سازگار باشه اگر مذهب واقعا. و آقای خمینی تقریبا همیشه دروغ گفت. این مسئله رو با قاطعیت میشه مطرح کرد و واقعا میشه گفت. در تمام مدت نوفروشاتو وعده دروغ داد به تمام تلویزیون های دنیا، به تمام روزنامه های دنیا، به کسانی که به دیدنش می آمدن و تمام این دروغ ها رو پس گرفت وقتی که به ایران برگشت، یعنی آشکارا پس گرفت. دکتر شفا، قبل از او در نوشته ها در کتابهایی که زیادی که نداشت، در کتاب کشف الاسرارش که من یه خود درش بیشتر توضیح خواهم داد، چیزهایی نوشت و گفت که همش دروغ بود و تنها چیزی که در زندگیش میشه گفت که واقعا راست بود و راست گفت، این آتش رسیدن به قدرت بود. او فقط قدرت میخواست. حالا اگر من خیال میکنم از لحاظ روانشناسی اگر نظامی شده بود قدرت دیکتاتوری میخواست، اگر فرض کنید یهودی شده بود میخواست یک خاخام اعظم باشه، اگر مسیحی بود میخواست پاپ اعظم باشه. اتفاقا یه طلبه در قم بود و بعد شد حجت الاسلامی در قم و بعد شد آیت اللهی در قم، ولی اون چیزی که در تمام مدت راهنمای او بود این آتش رسیدن به قدرت بود. دکتر شفا، شما در استدعا می‌کنم در یک خانواده مذهبی خود شما بزرگ شدین و به قول خودتون تا هنگام انقلاب اسلامی رشته کاریتون عمدتاً دو زمینه ادبی و تاریخی بود که هیچ کدوم از اونها ارتباط مستقیمی با مسائل مذهبی نداشتن، ولی روی کار آمدن جمهوری اسلامی و باز به قول خودتون تقلب‌هایی که از همان روز اول به نام دین آغاز شد الزاماً راه شما رو عوض کرد. شما به دروغ‌های آیت الله خمینی اشاره کردید. از منظورتون از تقلب‌ها چی هست؟ تقلب‌ها اینه که ایشون صحبت از جمهوری میکنه در حالی که جمهوری که او میخواد اصلاً با این معنی کلمه‌ای که از جمهوری استنباط میشه جور در نمیاد.
در یک جمهوری مفهومش مفهوم خیلی سادهش از زمان افلاطون تا حالا اینی که جمهور درش اظهار نظر بکنه، یعنی مردم حق اظهار نظر داشته باشن. ایشون خودش میگه که قوانینی است که قوانین ثابت و تغییر ناپذیر و ابدی الهی است و اگر همه مردم هم بخوان این قوانین باید اجرا بشه. این دیگه جمهوری نمیشه. این هر بچه‌ای میدونه. و اما خود آقای خمینی هم اصرار نداشت که در همین حرف خودش پایدار بمونه. وقتی رسید به ایران یکی از جمله‌های معروفش این بود که گفت بله اینو در جواب اولین رئیس جمهورش یعنی بنی صدر او گفته بود. او هم در کتابش نوشته که او گفته بود مگه اینا رو شما در پاریس نگفتید این حرفایی که الان دارید رد میکنید؟ گفته بود بله من در پاریس گفتم ولی حالا هم خرابشو میگم و دلیلم نداره که روی حرف خودم بمونم. ممکنه دیروز یه چیزی بگم امروز یه چیزی بگم و این مصلحت همینه. هیچ الزامی ندارم به اینکه همون حرفی زدم دیروز زدم امروزم تکرار بکنم. بله. ایشون اینجوری در این شرایط مهمت کارش رو انجام بده. و اما این که بهتون گفتم که اون رژیمی که اون میخواست رژیمی بود که اسلامی بود که خودش معنی میکرد، خودش میخواست و واقعیت هایی که معرفی میکرد واقعیت هایی بود که خودش میخواست بقبولونه به دیگران. این بود که به این اسلام تقریبا همیشه یا با نیش زد یا دروغ گفت و یا اینکه توهین کرد. یعنی از همه بالاتر من در این کتاب اخیر خودم که شاید بعد بهتون توضیح بدم بله نمونه‌هایی رو ذکر کردم از این توهین به اسلام که اصلا باور کردنی نیست. ایشون اومد به سلمان رشدی رو محکوم به اعدام کرد به خاطر اینکه این اومده بود یک هندی تبار غیر مسلمان برای که تعهدی پیش اسلام نداشت برای اینکه کتابی بنویسه که سر صدا کنه جنجال برانگیز باشه و خوب فروش بره. اومد کتابی نوشت به اسم آیات شیطانی. اونجا البته هیچ کس ازش نپذیرفت و کار خوبی هم نبود که با لحن بی‌نزاکتی از پیامبر اسلام صحبت کرد ولی نه از خود پیامبر اسلام. اصلا اسمی از اون نبرد، اسم یک کسی مستعاری رو برد که خب معنی کردن که به پیامبر اسلام گفته. ولی خود خمینی در مواردی که همین پیامبر اسلام یا بالاتر از اون همین خدای اسلام راهی میرن که راهی که ایشون خوشش نمیاد، اون وقت نمیاد مثل سلمان رشدی چیز کنه ادعای این بکنه که این راه غلطه. میاد میگه که اینا غلط گفتن. یعنی اگر خدا مثلا ازش میپرسند که اگر خدا واقعا امامت رو چیز بود قبول داشت، یعنی خودش گفته بود که تشیع رو بیارید و 12 امام رو بیارید، پس چرا صحبتی از امامت در قرآن نکرده یا مسئله به این مهمی رو؟ یا اگر محمد میگه من پیغمبر خدا هستم یا هستم، چرا اون از همین موضوع صحبتی نمیکنه؟ اون وقت این به جای این که این رو توجیه بکنه که که اگر نگفته بنابراین لابد این منطق خدا نبوده، میاد میگه که آقا اصلا این بسیاری خدا بیجا کرده که صحبتی از امامت این چیز نمیشه، قابل قبول نیست که
خدا بیاد یک مذهبی رو بیاره، یه پیغمبر رو بیاره، وقتی میخواد این پیغمبر بره تکلیف برای بعد از اون معلوم نکنه. بله. این هر بچه‌ای میاد عقلش میرسه که باید تکلیف رو معلوم کنه، باید کار این خدا روی عقل باشه و این کارش که عاقلانه نیست. اگر این هست، این ما همچین خدا رو قبول نداریم. و با این ادعانامه‌ای که در تمام تاریخ 1400 ساله اسلام بی سابقه است به این خدا حمله میکنه. این در من با اسم و رسم و شماره صفحه همه چیز آوردم که در کشف الاسرار خودش این حمله رو به خدا میکنه، برای اینکه خدا اون راهی رو نرفته که ایشون دلش میخواد. خب دکتر بعد به محمد حمله میکنه، میگه که محمد میگه من معجز ندارم. در قرآن آمده که محمد پیغمبری است که معجزه نداره. خب به کرات بیش از 20 جا این موضوع تکرار شده در قرآن. بله. یه جام دو جام میگه تذکر میدن که معجزه پیغمبر خود قرآنه. آقای خمینی به جای اینکه بیاد این رو قبول بکنه، عین همین حمله رو به ادعانامه رو برای محمد صادر میکنه. میگه این چه پیغمبریه که میاد میگه معجز نداره، من یه پیغمبر بی معجز میشه. ما یه کسی مثلا فلان بقال سر گذر بیاد بگه من پیغمبرم، ما حرفش رو قبول بکنیم و بگیم آقا بگه که قبول کنید حرف منو و اگرم میخواید مذهب منو قبول کنید باید پاش وایسید، دفاع کنید، جنگ کنید، کشته بشید، بکشید. اینا ما همه این کارا رو بکنیم. بله. اما ازش نخواهیم که به چه دلیل میگی من پیغمبر هستم. بله. ما اگر معجز نداره حرف رو قبول نمیکنیم. خب منم اگه کسی معجز دارم کسی از قبول نمیکنه. بله. دکتر شفا ببخشید، بنابراین باید معجز بدیم. بعدم میگه که اگر ببخشید اجازه بدید اجازه بدید من یکی دو تا سوال باتون مطرح کنم دکتر شفا، چون میخوایم به ایمیل های دوستان عزیز بیننده و شنونده برسیم و احتمالاً تلفن ها هم چند تا جواب بدیم. دکتر شفا، در مورد میراث خمینی بهتون در ابتدای برنامه گفتیم که روزنامه های ایران چه نوشتن در مورد میراث خمینی. به نظر شما میراث